با قدنامه سازمان ملل متحد در اساس پیشنهاد جمهوری تاجیکستان سنه 21 مارد روزی بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلام کرده شده است. این سنه در تقویم جهانی ثبت گردیده بیانگر تا چه اندازه مهم بودن حفظ پیریخ‌ها همچون منبع اساسی آب در سیاره می باشد. جمهوری تاجیکستان منبع اساسی ذخیره آب در آسیای مرکزی به حساب رفته. در شرایط تغییریابی اقلیم مسئله از همه اساسی کم کردن تاثیر گرمشوی گلوبالی و پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای میباشد. محققان در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در همایش سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و ارزیابی علمی روندهای کریوسفر راه‌های کاهش دادن آبشوی پیریخ‌ها را بررسی نمودند. آبشوی با صورت حوزه پیریخ‌ها در قسمت خشکی و قطب شمال پیگیری علمی بیشتر را به میان آورده است، زیرا در حالت حرارت میانه کره زمین که به 14 درجه گرمی برابر است و در قسمت حوزه پیریخ‌های سیاره باشد متناسباً از 7 درجه گرمی تا 25 درجه خنکی مشاهده شود هم، ولی آبشوی با صورت پیریخ‌ها اندیشتن چاره‌های مشخص را از جامعه جهانی تقاضا دارد. در همایش محققان از مرکز آموزش پیریخ‌ها، اگنتی امنیتی خیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و هسته‌ای، مرکز پیریخ‌شناسی، اگنتی آب و هواشناسی و دیگر نهادهای علمی ابراز داشتند که محض اقدام پنجم جمهوری تاجیکستان در سطح جهانی در همکاری با سازمان ملل متحد سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلام گردیده در این سمت همکاری‌های بین المللی گسترش داده می‌شود. عموماً آموزش پیریخ‌ها، آموزش حالت کریوسفر، علاقمندی زیست با علم‌های هیدرومتئورولوژی، با علم‌های گیوفیزیک، با علم‌های گئولوژی بسیار علاقمندی زیست دارد. بنابر همین در یک جایگی آموزش گذراندن حالت کریوسفر در نه فقط در جمهوری بلکه در تمام منطقه‌های جهان علاقه این گویا که همبستگی همکاری در این سمت و اینچنین آماده نمودن مواد مفصل آید حالت کنونی و نقش آینده آنها برای نسل‌های آینده و برای استفاده ذخیره‌های آبی. در همایش تدبیرهای جمهوری تاجیکستان جهت تأسیس نهادهای علمی، آزمایشگاه‌های مجهز مخصوصاً مولکولری ایزوتوپی، برآمدن سلسله اکسپدیسیاها به حوزه پیریخ‌ها، پورا گذاشتن به اقتصاد سبز و تطبیق استراتژی ملی کشور سبز عامل‌های مهم در این سمت ارزیابی گردید. حالت‌های آموزش گئولوژی بسیار وابستگی دارد با وجود آمدن هر گونه آفت‌های طبیعی که وابسته است به پیدا شدن یرچ و کنده شدن خود کول‌ها در پیریخ‌ها، اینها بسیار وابستگی دارند به شرایط‌های گئولوژی. برابر همین همبستگی آموزش علم کریوسفر در یک جایگی با گئولوژی، گیوفیزیک، هیدرومتئورولوژی و یخشناسی بسیار یک مسئله مرهم روز است. محققان در همایش نتیجه آموزش‌های 5 سال اخیر را جهت کاهش‌یابی سطح پیریخ‌ها بررسی نموده، راه‌های کم کردن خفای احتمالی را پیگیری نمودند. همچنین به طور وسیع آموختن منبع‌های پیریخ‌های زیرزمینی و راه‌های استفاده از آن نتیجه گیری کرده شد. کریوسفر این قبط یخبسته زمین گلیاسیولوژی باشد، یعنی که قبط یخبسته زمین رو علم درباره قبط یخبسته زمین، علمی که قبط یخبسته زمین رو می‌آموزد گلیاسیولوژی می‌نامند، یعنی که علم پیریخ‌شناسی. این علم هم باشد بسیار یک علمی نو می‌باشد در ساحه طبیعت شناسی و گذراندن کارهای علمی تحقیقاتی در این ساحه بسیار مشکل و مبلغ طلب می‌باشند. پیشنهاد ششم جانب تاجیکستان یعنی که 10 ساله عمل برای علم‌های کریوسفر، این هم باشد توجه عالمان سطح جهانی رو به آموزش علم‌های کریوسفر، یعنی که قسمت‌های آرکتیکا و آنتارکتیکا روانه می‌سازد. وابسته به این پیشنهاد عالمان ساحه می‌توانند که تحقیقات ها را در این روند بیشتر و خوبتر گردانند و یعنی که گوشه های دوردست کره زمین را تحت آموزش علم فرا بدهند. اشتراکچیان راه‌های عملی‌گردانی 10 ساله بین المللی علم‌های
криосфераро дар роҳи омӯзиш ва татбиқи назарияҳои илмиро баррасӣ намуда, ҳамчунин омодагии ниҳодҳои илмиро ба конфаронси ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо, ки моҳи майи соли ҷорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи раванди оби Душанбе баргузор мегардад, муҳокима намуданд.